روز خیلی از کسانی که در علم روانشناسی و بعضی خودشناسی و اومانیست ها معمولا روی این قضیه خیلی مانور میدن که آقا انسان اگر فکر بکنه، انسان اگر نمیدونه روی یک چیز زوم بکنه همون اتفاق میفته. اینو الله میگه انا عند ظن عبدی بی، من نزد گمان بندم. اصلا نسبت من بنده چه گمانی داره؟ وقتی میخواد ازدواج بکنه چه هدفی داره؟ وقتی میخواد اولاد دار بشه چه هدفی داره؟ هیچ هدفی. خیلی از ماها 97% جوانان طبق یک آمار هیچ هدفی تو زندگی ندارن. 97% ها که من اسم این آقایون رو گذاشتم ببینم چی میشه. چرا؟ چون هرچی از اونا میپرسیم میگه حالا ببینم چی میشه. میخواد درس بخونی واسه چی درس میخونی؟ حالا ببینم چی میشه. ازدواج میکنه واسه چی ازدواج میکنی؟ دیگه رو بدبخت میکنی، میگه حالا ببینم چی میشه. ها بچه دار بشم، بچه رو واسه چی میخوای؟ حالا ببینم چی. اینا وقتی میمیرن حقیقتا هیچ خشتی به این بنا و این پیکره امت اسلامی اضافه نکردن. هیچ کار خیلی از اینها صورت نگرفت. همینجور اومدن چند روز خوردند و خوابیدن. قرآن اصطلاحی داره، عذر میخوام، یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام فالنار مثوی لهم. خیلی هستن فقط تنها بزرگترین آرزوی اونها اینه که چه بخورم، چه بنوشم، چه بپوشم. یعنی اصول دین اینها هست سه چیز: خوراک، پوشاک، مسکن. اصول دین اینا همین سه تاست، دیگه چیزی دیگه وجود نداره. این که آرمانی داشته باشه، این که آرزویی داشته باشه نیست، این که هدفی تارگت بلندی داشته باشه نه نیست. گاهی انسان به این دانشگاه ها میره نگاه میکنه، این بچه ها رو، این دانش آموزان رو، این دانش آموختگان رو، این دانشجویان رو، میگه یا الله آیا در اینها یک فکر عالی وجود داره؟ آیا یک فکر حمزه‌ای در اینها وجود داره؟ آیا یک اندیشه والای عمر بن خطاب در اینها دیده میشه؟ آیا در اینها افکار مثنا، خالد، طلحه، زبیر، علی، حسن، حسین، در این اطفال، در این جوانان که اسمشون حسن و حسین وجود داره؟ به خود برمیگردیم میبینیم نه، اینها آرزویی ندارن اصلا. به قول اقبال مرده زایند از بطون امهات. از بطن مادر مرده به دنیا میاد و مرده زندگی میکنن. انسانی که در او عشق نباشه، انسانی که در او انگیزه نباشه، انسانی که در وجود او حیات نباشه، حیات الهی نباشه، اون مرده است. زندگی از آرزو دارد اساس، خیش را از آرزوی خود شناس. تا امید از آرزوی پیهم است، ناامیدی زندگانی را سم است.